بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شرح الأصول الثلاثة للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى، والمتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. وقال صاحب المتن: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الله رحمتش کنه میفرماید که و دلیل سخن او تعالی است. این صحبت دوام داده است دایره آن که همه اون انواع عباداتی که وایها را بعضیش ذکر کرد، اونها همش از آن الله هستن گفته بود در درس گذشته. التي أمر الله بها كلها لله تعالى، همش از آن الله. دلیل قول الله تعالی است که میفرماید که وأن المساجد لله، مسجدها همه از آن الله هم. المراد بالمساجد المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله فيها. مراد از مسجدها در اینجا اساسا دو معنا دارد. مساجد یا اون جایهای را مینامند که ویها را برای خاطر نماز گذاریدن بنا کرده شده است و برای خاطری در اونها ذکر الله را کردن بنا کرده شده است، همونها برای الله هست، همون جایها. یا که آن عضوهای هستند که به اونها الله را سجده کرده می شود. مراد از اون عضوها هفت استخوان، یا که گویم هفت جای، دو زانو، دو کفی پا، گویم این سرای انگشت و دو کفی دست و پیشانی همراهی بینه. مهم مسجدها یعنی سجدگاه ها خاص برای الله هستند. فلا تدعو مع الله احدا. لا تدعو در اینجا به معنای لا تعبدو، شما همراه الله یگان کس را مخواند، یعنی عبادت نکنید، یعنی که دعا به معنای عبادت است. بعد از آن شیخ فرماید، یعنی شیخ الاسلام: فمن صرف منها شیئا لغیر الله، کسی از اون انواع عبادت که در بالا ذکر شدن و غیر از اینها که ذکر نشدن، آنها را یگان تش برای غیر الله اگر کسی صرفه بکند، فهو مشرک کافر، وی مشرک و کافر است. گفتیم درسی گذاشتم همه خیلی بود. والدلیل قوله تعالی: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. یعنی کسی همراه الله دیگر معبود را بخواند، یعنی عبادت کند، در حالی که لا برهان له به همین یگان برهان و حجت ندارد. لا برهان ای لا حجت او لا دلیل واضح، یگان دلیلی واضح روشن ندارد. یعنی اگر از او بپرسید که چرا تو همراه الله دیگر معبود عبادت میکنی، او برای شما پیشنهاد کردن نمیتواند یگان دلیلی روشن را که واقعا و دلیل باشد، یا که یگان حجت را پیشنهاد کردن نمیتواند که واقعا و حجت باشد. ممکن یگان حجت پیشنهاد میکند، یگان دلیل پیشنهاد میکند، ولی اون حجت و دلیل پیشنهاد کرده وی یعنی که نه در عقل راست می آید، نه در شرع و نه در یگان چیز. برای الله میفرماید که لا برهان له به، یگان دلیل ندارد، گرچه که او برای خود با همون فکر خودش، با همون عقیده خودش یگان دلیل های پوچ و گویم دلیل های خاله را پیشنهاد کند.
فانما حسابه عند ربه، حساب چنین کس در پیش پروردگارش است. امروز سراسر جهان مشرک ها داخلی در داخل اسلام از بیرون اسلام یعنی آشکارا غیر الله را عبادت کرده استادیان، آشکارا یعنی که تحقیر کرده استادیان الله حق سبحانه و تعالی را. ممکن که مثال کسی گمان کند که سبحان الله حال اینا چرا موضوع ما نمیرسد که به اینها بجنگیم، چرا موضوع ما نمیرسد که مثال اینها را به اینها مبارزه بریم علیه اینها که اینها حق و حقوق الله رو پایمال کرده ایستادیم. یکمش این که ما امروز امکانیتی اون نداریم، یعنی که سبب‌های شرط‌های جهاد وجود ندارد که ما چیکار کنیم به اونها بجنگیم. اگه نه واجب است که به سبب حق و حقوق الله رو پایمال کردن این بدبختان باید که به اینها جنگیده شود. جهاد به همین خاطر است. ولی این آیت با آگاه کرده است که حساب اینها در پیش پروردگارشان است. حساب اینها در پیش پروردگار الله سبحانه و تعالی به اونها محاسبه خواهد کرد. انه لا یفلح الکافرون، انا جوابش همین است که کافرها رستگار نمیشوند. بعضی آیات ها را الله سبحانه و تعالی یعنی بعضی قانون ها را یا که گویم بعضی کارهای جنایی را الله سبحانه و تعالی خودش فتواش دادگی است در دوام آیات. انه لا یفلح الکافرون. خب حساب او در پیش پروردگارش از چی عبارت است؟ یعنی پروردگارش وی چیکار میکنه در روز قیامت؟ جوابش اینه که انه لا یفلح الکافرون، کافرها رستگار نمیشوند. این آن دلالت کرده است که به سبب غیر الله را عبادت کردنشان کافر میشوند ویها و به سبب کافر شدنشان رستگار نمیشوند. معنای رستگار است که جنت نصیبشان نمیکنند و دوزخ جایگاه ایشان میباشد. نعوذ بالله. این است یعنی که فتوا گویم علیه این کافرهایی که حسابشان در پیش پروردگارشان است به سبب آن که ایشان غیر الله را معبود قرار دادند یا که مقرر کردند. و فی الحدیث در حدیث چنین آمده است که الدعاء مخ العباده، دعا این مغز عبادت است. اخرجه الترمذی من حدیث انس بن مالک رضی الله عنه و هو انس بن مالک بن نضر. نه یعنی حدیث اگرچند که ضعیف باشد هم که در شارح میفرماید دیگر حدیثی صحیح. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله تعالی که دعا به معنای عبادت بدنش، الله حق سبحانه و تعالی میفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم، و پروردگار شما چنین گفت ادعونی استجب لکم، شما مرا دعا بکنید من شما را دعایتان را اجابت خواهم کرد. استجب لکم ای اعطیکم ما طلبتموه، من به شما عطا میبخشم، به شما میدهم اون درخواستی که دارید. استجب لکم، شما را دعاتون اجابت میکنم. اکنون صحبت اگر اهمیت داده باشه در اولی آیت نگاه کنید، الله میفرماید که ادعونی، دعا، صحبت درباره دعا رفته است. اکنون دوامش بینید که دعا عبادت بودنش، الله سبحانه و تعالی دیگر دعا را به عبادت معنی داد میکنه، تفسیر میکنه. میفرماید که ان الذين يستكبرون عن عبادتي، به درستی کسانی که کبر میکنن از عبادت من. زیاد عبادت چیه؟ دعای من و از پرسیدن من. زیرا که دعا این عبادت است برای ما. الله تعالی نگفته است که به درستی کسانی که کبر میکنن از دعا کردن من، نگفته است از عبادت من کبر میکنن. اینها کسانی که از عبادت من کبر میکنن سیدخلون جهنم داخرین، ایشان به جهنم خواهند درآمد، داخرین در حال
صاغرین ذلیلین، تحقیر شونده، خار و پس شونده، یعنی در حال خاری و زاره ایشان به جهنم داخل می شوند. نعم. وقال الشارح حفظه الله تعالى: الدليل على أن العبادة حق الله وأنه من صرف منها شيئا لغير الله وقع في الشرك والكفر قوله تعالى. دلیل نسبت آن که عبادت این حق الله است و دلیل نسبت آن که کسی یگان نوعی از انواع عبادت را کدام نوعی که نباشد صرفه بکند برای غیر الله، اون کس در شرک واقع می شود، یعنی در شرک یا که و در کفر می افتد. قول الله تعالی دلیل می شود: و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. ما گذاشتیم کسی همراه الله دیگر معبود را عبادت بکند برایش یگان حجت و برهان نیست، البته حساب چنین کس در پیش پروردگارش است، البته کافرها رستگار نخواهند شد. حکم علیه بالکفر، الله سبحانه و تعالی علیه چنین کس به کفر حکم میکند، یعنی حکمی چنین کس کفر است. من دعا غیر الله فهو کافر، کسی غیر الله را دعا بکند، بخواند، عبادت بکند، وی کافر است. در اینجا یعنی که دعای به معنای عبادت است، یعنی که دعا اساساً به دو قسم تقسیم میشه: دعای عبادت و دعای مسئلت. دعای مسئلت با در نوبت خود به قسم ها تقسیم میشوند. غیر الله را دعا کردن میشود به شرطی که اون غیر الله زنده باشد، حاضر باشد، قادر باشد و واقعا سبب شده میتواند. مثلا غیر الله را میپرسید یک کسی که این چیپتر از طرفش بردار که در ماشین بار کنم یا که در یک دیگر نقلیات بار کنم، از وی طرف شما را کمک میکند، یاردم میکند. ممکن است از اینه که او حاضر است و زنده است و حاضر است و قادر است برداشتن همون چیز. اون برداشت هم یعنی دیگه کسی میگه، یعنی مهم یعنی که در قدرتی بنده هست و سبب هست که با سبب می شود برای خاطر یک طرفی کار شما را سبک کردن. مهم. و کذالک، اما یعنی که یک دعای کند، یک مسئله کند که بنده قدرتی اون نداشته باشد، گرچنده که او زنده باشد و حاضر باشد، قدرتی اون نیست، یعنی وظیفی وی نیست. اگر اختصاراً بگیم مثلا یک کسی میپرسد که ایشان یک دعا کند که یک کرامات کند که آخر من یک فرزند یا با مخصوص میگوید یکون کار کند آخر یکون بارون شود، نعوذ بالله، این کفر است و این کار شرک است. و كذلك من دعا غیر الله فهو مشرک، همچنین کسی غیر الله را بخواند یعنی دعا بکند وی مشرک است. کما فی قوله تعالی، چنانه که در قول الله تعالی آمده است که والذین تدعون من دونه، آن معبودانی که در اینجا الذین به معنی معبودان، خداها، آن معبودانی که شما غیر از الله ویها را عبادت میکنید، واقعا دانید ویها چه حال دارن؟ ما یملکون من قطمیر، و یا مالک یک قطمیر نیستن، یعنی از دستشون قطمیر نمی آید. قطمیر راست کردن نمیتونن. مراد از قطمیر هو اللفاف الرقیقه التي على نوات التمر، یعنی پرده نازک است که در بالای دانه خرما وجود دارد. وقتی که خرما را که میخورید بعد همون دانش یک پرده دارد، پرده نازکش. الله سبحانه و تعالی میفرماید که قطمیر، اونها این بتها از دستشون همون پرده نمی آید، همون پرده که یک چیزی نازک، یک چیزی ناچیز هسته، هوای راست کردن نمیتوانند. این تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر شما ویها را بخوانید، فریادشون بکنید، ای تستغیثوا بهم فی النوائب، در مصیبت ها، در پرابلم ها، در مشکلات شما ویها را دعا بکنید، لا يسمعوا دعاءكم،
دعای شما را، فریاد شما را نمیشنوند وای بت‌ها. چرا؟ لانهم جمادات، چون که وای چیزای جمادات هستن، خشک هستن. فکیف یسمعون، چه خیلی میشنوند وای ها. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، الله میفرماید این سخنی الله است. ولو سمعوا ای على فرض انهم يسمعون، یعنی اگر فرض کنیم، یعنی بگذار که وای ها شنوان هم، یعنی اگر از روی بحث بگیم که شما نمیدونید که این بت‌ها میشنوند، بگذار بگفتی شما اگر وای ها بشنوان هم مستجابوا لكم ای لا یجیبونکم، جوابتون دادن نمیتوانند. بگذار بگفتی شما اگر وای ها شنوان هم، شنیدن وای ها را ما درک کردن نتوانیم، لیکن با سوال میدیم چرا بس شما را جواب نمیدیم. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و در روز قیامت این معبودانی که غیر از الله شما وای ها را عبادت میکنید به شرک شما کافر میشوند. یعنی یجحدون انکم عبدتموهم، وای ها انکار میکنند، ضد میبرند که شما وای ها را به جز الله عبادت کرده. همین سنگ و چوب و دیگر چیزهایی که شما غیر از الله وای ها را عبادت میکنید، میفرماید الله سبحانه و تعالی خطاب به مشرک ها کرده، همون ها علیه خود شما برمیخیزند در روز قیامت که چرا؟ یعنی که شما عبادت کردید ما را گفتند. والحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث فيه ضعف. شیخ میفرماید که این حدیثی که پیغمبر علیه الصلاه والسلام میفرماید که دعا این مغز عبادت، این حدیث ضعیف است. فيه ابن لهیعه، در اسنادی یا که گویم در سلسله این حدیث، در رجال این حدیث ابن لهیعه گفتگی کس است که این کس ضعیف است، یعنی درباره این کس خیلی هم بسیار است که کتابش در گرفتن و یعنی مشکلی دارد، خودش گم کردگی است این انسان. نعم. و اصح منه الدعاء هو العباده، از این دیده با صحیحش، یعنی که حدیث صحیح تر، آن حدیث برای چه صحیح تر گفتی است؟ والله اعلم. اکنون اساسا حدیث ضعیف است، ممکن نیست گفتن که از وای صحیح تر رو گفتن میشه که من حدیث صحیح هست، لیکن با دیگر حدیث هست که از وای دیده صحیح تر است، اون وقت گفته میشه. لیکن کوئی شیخ گفته ایستادن که صحیح تر است، لیکن اگر انصافاً گویم که مثال گیریم از شیخ مرایانه که بالا ندانیم گفته، الله اعلم به اون معنا گفته ایستادن که معنای اون حدیث درست است، ولی این حدیث هم معناش درسته و هم متنش درست است. الدعاء مخ العباده، یعنی که اسنادش ضعیف است لیکن معناش درسته. اما این حدیث الدعاء هو العباده، این هم از در معنا درسته هم در اسناد درسته. برای ما صحیح تر است شیخ، الله اعلم. رواه الترمذی، این حدیث نیست، امام ترمذی روایت میکنه، اخرجه ابو داود این هم روایت میکنه با نیست من حدیث النعمان بن بشیر، از حدیث النعمان بن بشیر رضی الله عنهما. نعم. والدليل على أن الدعاء عبادة قول الله تعالى، الشيخ فرموده است که دلیل نسبت آن که دعا این عبادت است سخنی الله تعالی است، یعنی سخنی الله در همینجا دلیل شده است به عبادت بودن دعا. میفرماد که وقال ربكم ادعوني استجب لكم، پروردگار شما فرمود که ادعوني، شما مرا دعا بکنید، استجب لكم، من دعای شما را اجابت میکنم. معنی اجابت چی گفتیم؟ ای اعطیکم ما طلبتموه، اون درخواستی که شما دارید من به شما عطا خواهم بخشید. ثم قال، بعد از آن الله تعالی میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي، و درستی کسانی که از عبادت من کبر میکنن، یعنی از دعای من، از مسئلت من ایشان کبر میکنن، سيدخلون جهنم داخرین، ایشان به جهنم داخل خواهند شد در حال خار و تحقیر و ذلیل شدن. قال ادعوني استجب لكم، الله تعالی میفرماید که ادعوني استجب لكم، شما مرا دعا بکنید من شما را اجابت خواهم کرد. ثم قال، بعد از آن فرمود
ان الذين يستكبرون عن عبادتي، و درسته کسانی که از عبادت من کبر میکنن، و هي الدعاء، این دعا را در نظر دارید که دعا عبادت است. فسمى الدعاء عباده، الله سبحانه و تعالی دعا را همچون عبادت نامید. سيدخلون جهنم داخرین، یعنی اذلة صاغرین، یعنی ایشان به جهنم داخل میشوند در حال خار و ذلیل و پست و تحقیر شده. این بود یعنی که یک پاره درس ما انشاءالله اینش هم گیریم، اندک بود است. و دلیل الخوفی، شیخ الاسلام میفرماد که و دلیل الخوفی قوله تعالی، دلیل خوف سخنی الله تعالی است. میفرماید که فلا تخافوهم و خافونی این کنتم مؤمنین، شما از اونها خوف مبرید، از بیان نترسید، و خافونی از من بترسید این کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمن باشید. و دلیل الرجاء قوله تعالی، دلیل امید قول الله تعالی که فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الله تعالی میفرماید که فمن كان يرجو لقاء ربه، کسی امیدوار باشد، کسی امید داشته باشد لقای پروردگارش را، یعنی به جنت داخل شدن و مثلا پروردگار دیدن امیدوار باشد، برای خاطر این امید با شرط هستند. این خیلی که انسان یک امیدوار باشد و بعد چیکار کند، دستش در کیسه هاش مانده گردد که من امیدوار هستم جنت میدرایم، من ایشان زادم، من سید زادم، و که خیلی که میگن اعوذ بالله که گهواری به من بابای ما از آسمان فرامده است، قبر برآمده کجای، یا که خان مستفیده ما خواجه هستیم، همینا بیکارن، همینا دروغ هستن، همینا بیکار هستن. یگان کس را نسبش به جنت داخل نمیگرداند، یگان کس را نسبش به جنت داخل نمیگرداند. یگانه چیزی که باعث و سبب آن میشود که ما و شما را به جنت و دیدار پروردگار نصیب دار میکند این عمل است، به شرطی که این عمل طبق نشاندادی پیغمبر علیه السلام باشد و دیگر شرطش خالص برای الله باشد. انا همین دو شرط قبول عمل یا که شرط قبول عبادت گویم در همین آیت آمده است. میفرماد که فلیعمل عملا صالحا، باید که عملی صالح بکند، یعنی بیکار دیدن نگردد، عملی صالح بکند. ای عملی صالح ما چرا میفهمیم؟ یگان انسان از پیش خود عملی صالح راست کردن نمیتواند. ای متابعا فیه لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در عملش پیروی از پیغمبر بکند علیه السلام. برای خاطر می در مکتب ها آداب اخلاقی که درس میدن در زبان مادری، در ادبیات و در دیگر فنها، هیچ وقت اخلاق پسندیده را یاد نمیگیرن تا در اونجا قال الله و قال رسول الله نباشد. بگذار هزار عالم و فیلسوف و هزار یعنی که علامه ها و هزار سخنهای حکیم ها را پیشنهاد میکنن، اما اگر این سخنها سرچشمه از قرآن و از حدیث نداشته باشند، اینها را عملی صالح گفتن خطا است. اینها را عملی صالح گفتن خیلی هم خطا است. دیگر شرط قبول عبادت ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و نباید که در عبادت پروردگارش یگان کس را شریک قرار بدهد. یعنی این دویم یا که گویم یکم شرط قبول عبادت است که باید خالص باشد. زیرا که انسان وقتی که عمل را خالص ادا بکند در وی شرک نمی شود. وقتی که انسان عملی صالح انجام دهد پیروی از پیغمبر علیه السلام بکند در وی بدعت نمی شود، زیرا هر عملی که در وی بدعت باشد مفهوم به نشان دادی پیغمبر علیه السلام و قبولی درگاه الله حق سبحانه و تعالی نخواهد شد. نه. شارح میفرماید دلیل الخوف قوله تعالی، دلیل خوف سخن او تعالی است. میفرماید فلا تخافوهم و خافونی این کنتم مؤمنین، شما از اونها از کافرها خوف مبرید،
یعنی نگران ترس و هراس نشوید از اونها، از من بترسید. یعنی که واقعا یعنی که ذاتی که از وی باید ترسیده شود من هستم. میفرماد الله تعالی برای ما میفرماد که خافونی، از من بترسید این کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمن باشید یعنی ایمان داشته باشید از من بترسید. خوف العباده، این صحبت درباره خوف عبادت رفته است. اما الخوف الطبيعي فلا يدخل فيه هذا، اما این در خوف طبیعی داخل نمیشه. یعنی خوف طبیعی در این داخل نمیشود که انسان من مثلا گیریم از یگون بلا نمیترسم گفته چیکار میکنند؟ به مقابل سگ میرند، به مقابل دشمن میرند به سلاح، به مقابل گویم شیر و یگون درنده میرود یا که مار و کژدم میرود. بعد نه این ممکن نیست. خوف طبیعی داخل میشه کل خوف من العدو، به مثال اون که از دشمن ترسیدن، او السبع از درنده ترسیدن، سبع گفته درنده رو میگن، او خوف من حیه او العقارب، یکی از مار و از کژدم ها ترسیدن. اینها خوف طبیعی هست که اینها در طبیعت انسان وجود دارد، این باید باشد. منه اگر یک انسان میبینه که با مقابل مار نترسیده میرود که مار در نتیجه او رو میکسد یا که گویم کژدم او رو میگیرد یا که گویم دشمن، و طبیعتش ویران آمده و انسان سرش در جاش نیست. هیچ ممکن نیست که انسان سالم العقل باشد و به مقابل دشمن به سلاح رود، و مقابل درنده گرگ و شیر و پلنگ به یگون سلاح رود، یعنی که براید. این یک انسان ناسالم است. و تأخذ السلاح و سلاح میگیری و الخوف من العدو و خوف از دشمن و تأخذ سلاحك، تو سلاحت میگیری از دشمن ترسیده. امامك اسباب ظاهره، هذا در نزد تو سبب های ظاهری است، یعنی سلاح گرفتن این سبب ظاهری است، باید تو سبب گیری. هذا طبیعی، این طبیعی است. الخوف من البرد، که من البرد از خنکی ترسیدن، فتلبسوا ثياب صوفی، تو لباسی پشمینه میپوشی. برای چی؟ برای خاطر خنکی نزنه تو را. والخوف من الجوع فتأكل، یا که خوف بردن از گرسنگی در نتیجه میخوری که از گرسنگی نمرم گفته. والعطش فتشرب، از تشنگی میترسی فتشرب مینوشی. فهذا خوف طبیعی، خوفی طبیعی است میفرماید شیخ، الله نگهدارش باشد. اما خوف العبادت کأن یخاف من صاحب القبر، اما در خوف عبادت داخل میشد که وی باید که استفاده برده نشود، احتیاط کرده شود از چنین خوف. بمانند اون که انسان میترسد از یک صاحبی قبر، یک جا میگذارد که قبر است با روشن چی روز کردند و گنبد و دیگر چیز، احتیاط کرده میگذارد. اگر با ماشین تیز میگذاشته باشد کمتر سرعتش پس میکند که ناراحت نشه صاحب قبره، که از این طرفی امو بالون هم نقبضه یا که چپگردون هم نکند. گفت من خیلی میترسیدگی هستم. یخاف منه ان یحرمه دخول الجنه، از صاحب قبر میترسد که او را به در آمدن جنت محرومش میکند، بی نصیبش میکند، نعوذ بالله. او یخاف ان یدخله النار، یک میترسد که اگر بی احترام میکنه صاحب قبر را به دوزخ میدرارد. او یخاف ان یسلط علیه عدوا فی سره لا شیء ظاهرا، یکی مثال بگیریم چیکار میکند به مقابل و یگون دشمن میفرستند در سرش، سرن میفرستند که واقعا لا شیء ظاهرا یگون چیز نیست، اساسا ظاهرا نمیبینه، میگوید که سرن پوشیده، من خودم خبردار نیستم، یکی یگون دشمن به سرم میفرستند. نعم. خب نعم. برای خیلی که یک کس میگون، یک کس نقل میکند برادری با اعتماد انشاءالله نقل میکند که یک کس ایشان بود اسمی چیزی همی ملای نامی بود اسمیم، بعد دعاخان مخل میبود که در وقتی همی گرسنگی یک کس صاحب آسیا آرد کرده استاد است، میگوید که برای من آردمی آردار میتیم، میگوید که تقصیر اینا شما میتیم، اینو صاحب دارن
و میگوید که خیر نباشد مایلش میگوید و طور ریشاش میمالد یک دعا میکنه، دعای بعد خجالت میکشد که سبحان الله میگه که من همین ایشان هیچ چیزی ندادم، میترسم که پگه میگم بلا در سرم میزند. بعد میبید میبیند که همون دلش ناراحت میشه، میگه که خیر من میگم چیز گرم خیر و سخاوت کنم، میگه یعنی که بردتی همش میگن چی از نزی آسام میبید که برای آب ترسشه. میبیند که همون مریداش آمده آتش زده ایستادیم، آتش زده ایستادیم. همه خیلی یعنی که مثال گریم همه خیلی ایشون افشاری میکرده، خیلی هم بسیارن وای میکنن، همه خیلی میترسنن به طریق مریداشون و گوه که میگم که الله تو رو نشون داره. مهم اما الخوف من العدو الذي امامك، اما خوف بردن از دشمنی که در روبروی تو هست و معه السلاح، همراهی سلاح هست، فهذا خوف طبيعي، خوفی طبیعی است. و كذلك من الحيوانات، همچنین خوف بردن از حیوانات این داخل می شود در خوف طبیعی نه در خوف عبادت. و كذلك الرجاء و دلیل الرجاء في قوله تعالی، خب همچنین امید هم دلیل امید قول الله تعالی میفرماید که فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، کسی به لقای پروردگارش امید داشته باشد عملی صالح بکند. و نعم و رجاء خاص بالله و هو رجاء العباد، اون رجای یعنی اون امیدی که خاص به الله است و رجای عبادت است. با معظم می شود که مثال بگیم از بنده امیدوار می شود. فمن صرف العبادة لغیر الله اشرک، کسی عبادت را صرفه بکند برای غیر الله و شرک قرار دادگی می شود. که ان یرجو المیت ان یدخله الجنه، با مانند که از یک مرده امید میکند که همون مرده باید به جنت بدرارد. و یرجوه ان لا یحرمه دخول الجنه، و که امید میبندد از همون مردگی که مثال او را از جنت محرومش، از در آمدن جنت محرومش نکند. یرجوه بان لا یدخله النار بسر لا بشریک، یا که مثال گیریم چیه امید میبندد که او را به دوزخش ندارد به یک سری که لا بشریک، نه به یگون شریک، نه یعنی به یگون شریک. اما الرجاء العادی که ان ارجوک ان تساعد، اما اون امید عادی یعنی که امید عادی که مثال گیرم از تو امید میکنم که تو من یاردم میدهی، ارجوک ان تقرضنی، امیدوار هستم که تو به من قرض میدهی، ارجوک ان تساعدنی فی اصلاح سیارتی، امیدوار هستم که تو من مساعدت میکنی در آباد کردن نقلیاتم. هذا رجاء عادی، این رجای چی؟ این امیدی عادی است. و دلیل قوله تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، دلیل الرجاء و شاهد قوله يرجو، یعنی دلیل امید دلیلش یعنی که شاهد قول الله تعالی یرجو، مدسکو همون یرجو خودش دلیل شده است برای رجاء امید. والخوف والرجاء يسيران بالمؤمن كجناحي طائر. دیدید ترس و امید اینها با مؤمن یک جای سر میکنند، یعنی هر جا که مؤمن است باید که در قطار او، در پهلوی به مؤمن باید که یک پهلوی او خوف باشد، یک پهلوی او امید باید باشد. اینها به مثال دو بالی پرنده، چنانه که پرنده بی بال پرواز کردن نمیتواند، یا که یک تا بال داشته باشد، یک تا قنات داشته باشد نیز پرواز کردن نمیتواند. مؤمن هم باید که در برابر عبادت خود، در برابر ایمان خود باید که خوف و رجا داشته باشد. بنابراین میگویند که کسی فقط خوف داشته باشد، به خوف الله را عبادت کند و یعنی که حروری است، یعنی خوارج و تکفیری میشه. و کسی که فقط برجا الله را عبادت کنه و مرجئید میشود. و کسی که نه خوف دارد نه رجا دارد، فقط به محبت الله را عبادت میکنند، مانند اکثر صوفی ها، و یعنی که
زندیق است. اعوذ بالله. یعنی کسی که ظاهرا گفت خودش مسلمانه واقعا و یک کافر است. چون بسیار شخصا میگن که من پروا ندارم، صوفیا میگن من پروا ندارم، میگوید که نه میگه از جنتش امیدوار هستم نه از دوزخش میترسم، میگه من او رو دوست میدارم، خودش کجایی که خواهد اونجا پرتاب منم. اعوذ بالله. این کلمه خیلی هم خطرناک است. المؤمن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. إذا الشيخ میفرماید که مؤمن الله را با محبت و با خوف و رجا عبادت میکنن. یسیرانی که جناحی الطائر. این خوف و رجا یعنی یک جایه سیر میکنن همراه مؤمن به مثال گویم دو بالی پرنده. فإن الطائر له جناحان. پرنده دو تا بال دارد. فاذا استقام اگر همینها قائم باشن و راست باشن و یکون بالش کم زیاد نباشد استقام طیران. میبینید که پرواز پرنده راست میشود، راست پرواز میکنه. و اذا سقط احد الجناحین سقط. اگر یکی از دو بال یکون یعنی که افتاد در نتیجه خودی پرنده نیست می افتاد. و هو فی عداد الموت. یعنی که او در قطار مرگ است. یعنی افتید افتید که می میرد بعد یکون درنده او را یکون چی ویا دستگیر کرده خوردنش ممکن. فكذلك المؤمن يسر قلبه بين الرجاء والخوف. يسير باشد بین سین و را باید که یا داشته باشد. نه یسیر. مؤمن یعنی قلب او بین امید و بین خوف سیر میکند. فمن سار بالخوف بلا رجاء هلك. کسی بخوف یعنی تنها بخوف سیر بکند بیگون امید و هلاک میشود. لانه اذا خاف ولم يرجو صار يحمل على سوء الظن بالله. نگاه کنید زیرا که اگر تنها ترسیده بترسد خوف برد و امید نکند و چی میشود؟ صار يحمل على سوء الظن و گمانی بد را به دوش خود میبردارد نسبتی الله. یعنی نسبتی الله گمانی بد را به دوش خود میبردارد. یعنی که الله من نمیبخشه. ای وای الله در حق من نیکی نمیکنم، من میترسم او میکردم. و تشاؤم یعنی که فالی بد میبینه. تشاؤم دوتا شؤم دیگه فالی بد دیدن و یأس امید کندن و قنوط اینا به مانند یأس امیدش میکنند. و كذلك الرجاء وحده. همچنین تنها امید بستن به یگون خوف اینم خوب نیست. اذا غلب جانب الرجاء صار يستصغر المعاصي. وقتی که جانبی امیدی او حتی اگر زندگی ترس هم داشته باشه با امیدش بسیار غلبه کردن گیرد که از خوفش گذرد میبینید که در نتیجه اون انسان چیکار میکنن؟ یستصغر المعاصی. تمام گناه معصیت گناه و معصیت چیکار میکنن؟ همش ناپسند و معده میحسابه. الله میبخشد الله میبخشد گفته حیاتش میگه. ولا یبالی پروا نمیکنن ولا یخاف نمیترسد. لكن المؤمن يخاف ولا المؤمن میترسد. لكن خوفه لا يؤدي الى القنوط. ولا ترس مؤمن او را برده به ناامیدی نمیرساند. ولا الى اليأس انهم ناامید. لانه يرجو. چون که وای ترسد نیز با در برابر ترسش امیدم دارد. و يرجو مؤمن از الله امید میبندد. ولكن رجاء لا يؤدي به الى الاستصغار بالمعاصي. ولی این چنان امید میکند که این امید او برده نمیرساند به تحقیر کردن یکون معصیت ها معده دانستنی معصیت ها. لانه یخاف. چون که در برابر خوفش در برابر امیدش نیز خوف دارد میترسد. فیجب ان یکون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر. واجب است برای مؤمن چه برای مؤمن واجب است هم ترس بودن و هم چه و هم امید بودن و مانندی یعنی که بالی هر دو بالی پرنده. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه
وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.